اسرائیلی ها از زمانی که وارد منطقه شدند نگاهشون به کشورهای دیگر تضاد وجودی است، نه تضاد منافع. میگه من باید این کشورهای قدرتمند رو، چون من ضعیفم، من حوزه جغرافیاییم بسیار ضعیفه، من چجوری میتونم این رو قوی کنم؟ با دو حرکت موازی، یک، حوزه جغرافیاییم رو عریض‌تر کنم، دو، حوزه جغرافیایی حریف رو به موازات خودم کوچکتر کنم. این سیاست، من خیلی ساده بخوام بگم، این سیاست اونهاست. میگه من یه حوزه جغرافیایی بسیار کوچک دارم، بنابراین به همان نسبت ضعیفم. در دو خط باید حرکت کنم، یک، حوزه جغرافیاییمو عریض‌تر کنم. این سخن من سندیت دارد. برید سرزمین هایی که مال اسرائیلی هاست از 40-50 سال پیش ببینید، مقایسه بکنید با الان. اگر 2 برابر نشده بود، هرچی شما میگید قبول، هرچی دوستان ما میگن قبول. یعنی من میام تو بازه زمانی 40 سال، 50 سال، 60 سال اراضی خودم رو 2 برابر میکنم، اما یه رقیب منطقه‌ایم که عراق رو 3 قسمت میکنه. عراق قدرتمند برای منی که سرزمین بسیار کوچکی دارم و ادعای قدرت در منطقه دارم، ادعای حکمرانی در منطقه دارم، وعده حالا در حوزه دین دارم، این خطره. من باید اونو کوچکش کنم. بنابراین سرزمین رو 2 برابر میکنم، به واسطه اون هم کمک میکنم در منطقه آشوب ایجاد شه. عراق، سوریه، لبنان و نقش اسرائیلی ها رو که نمیتونید کار کنید. همین نگاه رو هم به ایران دارن. میخوام بگم ما تافته جدا بافته نیستیم، نمیخوام بگم فقط ما هم بخشی از قدرت منطقه‌ای هستیم. بنابراین این تضاد وجودی چون در ما نیست، ما که وجود داریم، اون میخواد موجودیتش رو به کرسی بنشونه، گریبان اون باید تغییر رویه بده، کاری با خودش نداره. ما در مقابل با اسرائیلی ها یک تضاد وجودی داریم، از سوی اونها لحاظ کنند، تغییر بدند، مثل ارمنستان، مثل قرقیزستان، مثل ازبکستان زندگیشون رو بکنن. اما چنین چیزی نیست. اونا یه هدف بلند بالایی دارن، بلند مدت هم دارن، براش هم دارن سرمایه گذاری میکنن، گام به گام هم تو این 40-50 سال جلو اومدن با تصیف کردن شاه، زدن شاه، بردن شاه، حماقت های جمهوری اسلامی و تا به اینجای قضیه اگر بخوایم رویارویی رو ببینیم، بجز این پیروزی های اخیر ما، واقعا تو این 7-8 سال اخیر ما تو منطقه چند تا پیروزی به دست آوردیم، متاسفانه باز بخش بزرگی از هم‌میهنانمون این پیروزی ها رو هم باز دارن لعن و نفرین میکنن، به جای اینکه بفهمن حوزه امنیتی رو. بجز این 7-8 سال شما نگاه کنید، تمام پیروزی ها برای طرف مقابل. هر زمان دولت اسرائیل به شکل رسمی، نه حرف، رسمی و علنی، تغییر موضع این موجودیت، تضاد موجودیتی رو اعلان کرد و انجام داد، صلح خوبی هم برقرار میشه. چرا که